در مورد دیزاین پترن ها که این مقدمه کمک میکنه تو ادامه کار بدونیم که چی کار باید بکنیم. خب ما 2 تا ریسورس داریم برای این حالا مبحثی که کلا مبحث دیزاین پترن که خیلی حالا ریسورس هایی هستن که بهش خیلی رجوع میشه، احتمالاً دوستان خودشون آشنا باشن و بدونن این ریسورس ها چیه. یکیش ریفکتورینگ گروه که یک سری دیزاین پترن ها رو معرفی کرده، خیلی زبان ساده و خوب و جذابی داره این سایت. مورد بعدی کتاب گنگ آف فور که این کتاب هم کتاب خیلی معروفیه تو حوزه دیزاین پترن و این کتاب هم حالا من خودم دارمش، اگر خود دوستان هم دوست داشتن میتونن این کتاب رو تهیه کنن. ما سعیمون این هست که طبق این کتاب پیش بریم، چون این کتاب یه حالت رفرنس توری داره برای بحث دیزاین پترن و مباحث رو حالا این که حالا کدوم مبحث رو اول بیاد یا دوم بیاد اینا قابل بحثه. حالا دنبالش هستیم که در مورد این قضیه هم صحبت کنیم، ولی از روی این کتاب جلو بریم، یعنی اون کتاب به عنوان رفرنس ما تلقی میشه. خب میرسیم به این که دیزاین پترن چیه. خب بله، همینجور که آقای نوذری گفتن دیزاین پترن ها یک راه حل هایی بود که اومدن به کمک حالا برنامه‌نویسا و یک سری مشکلاتی رو که وجود داشت قبلا رو خواستن اینها رو یک الگویی براش در بیارن برای حلش که تکرار میشه. این مشکلاتی بود که دائما داشت تکرار میشه. حالا ما تعریف دیزاین پترن رو میخوام از یک آدم معروف کریستوفر الکساندر مثلا ببینیم که دیزاین پترن رو چجور تعریف کرده. خب این تعریف ایشون میگه که each design pattern describes a problem که یک مشکل رو توصیف میکنه که دائما داره اتفاق میفته، یعنی یک مشکلی که دائما داره تو محیط ما اتفاق میفته و اون سولوشن پایه رو برای اون مشکل رو هم توصیف میکنه. یعنی هم مشکل رو توصیف میکنه که مشکلی که دائما داره تکرار میشه و هم اون سولوشن پایه رو برای ما توصیف میکنه، به صورتی که شما میتونی اون سولوشن رو چندین بار جاهای مختلف بری ازش استفاده کنی و مجبور نباشی که به یک باره دوباره مثلا چرخ رو از دوباره اختراع کنی. این چیزی هست که دیزاین پترن در اختیار ما قرار میده. حالا این تعریف فکر کنید تعریف دیزاین پترن سافت‌وریه، ولی اینطور نیست. این تعریف دیزاین پترن یه تعریف کلیه. این رو آقای الکساندر برای اصلا بحث ساختمونا داده. یعنی تو نظرش این بوده که ما وقتی میخوایم یه ساختمونی رو بسازیم یک مشکلاتی دائما گریبانگیرمون میشه. دائما مثلا میگیم که همون کجا باشه، مثلا اتاق خواب کجا باشه، نمیدونم فلان کجا باشه. اینا مشکلاتیه که دائما درگیرش هستیم. ما بیایم یک دیزاین پترن هایی برای ساختمون درست کنیم که بدونیم دیوار رو کجا بذاریم، درا رو کجا بذاریم. این تعریف اصلا یک تعریف کاملا جامعیه که حالا ما همین تعریف رو میایم تو بحث سافت‌ور هم استفاده میکنیم. یعنی تو بحث سافت‌ور هم ما میایم میگیم دیزاین پترن ها چی هستن؟ یک الگوهایی رو به ما میدن که این الگوها ما میتونیم بفهمیم اینترفیسمون رو کجا بذاریم، آبجکتمون رو کجا بذاریم و کل مبحث دیزاین پترن یعنی همین. حالا میریم ببینیم که اهدافی که ما دنبال میکنیم از دیزاین پترن ها چه اهدافی هستن. ما میخوایم یک نرم افزاری داشته باشیم که یک فلکسیبل باشه، دو ریوزبل باشه. این دوتا خیلی مهمه. یعنی ما اگر که یک نرم افزاری رو میخوایم یک بار برای همیشه بنویسیم و به یک مشتری تحویل بدیم،
و مشتری هم دیگه نمیاد دنبالش که مثلا بگه فیچر فلان اضافه کن یا نمیدونم باگ فلانش رو رفع کن، یا باگاییه که خیلی ریز اگه سمت ما بیاد. اصلا اینجا لازم نیست ما از دیزاین پترن استفاده کنیم، اصلا لازم نیست سراغ دیزاین پترن. یعنی اینکه ما یک نرم افزاری نوشتیم و میخوایم بلاک هایی رو که نوشتیم ریوزبل باشه، یعنی من مجبور نباشم یک بخشی از کد رو اگر که یک فیچر جدید اضافه شد برم کپی پیست کنم. به جای اینکه کپی پیست کنم بتونم با تغییر خیلی کوچیک یک فیچر جدید اضافه کنم، با تغییرات خیلی کم یک فیچر جدید بتونم اضافه کنم. اینها اهدافی است که ما از دیزاین پترن دنبال میکنیم. برنامه ما رو یک حالت داینامیک بهش میده، از اون حالت استاتیک درش میاره. بخوام خیلی ملموس‌تر بگم، شما یه HTML CSS که مثلا می‌نویسید، یه صفحه وب شما با HTML CSS میتونید بنویسید بیاد خیلی هم قشنگ باشه، خیلی هم خوشگل باشه، این میشه یه صفحه استاتیک و شما به محض اینکه بخواید هر چیزی رو روی این صفحه تغییر بدید باید اون کد باز کنید و ادیتش کنید. و حالا اگر این پروژه خیلی بزرگتر بشه خیلی داستان و مشکل برای شما ایجاد میکنه. حالا مثلا یک چیزی مثل وردپرس میاد این وسط میشینه و این حالا پترنایی که شما این مسیر رو برای شما داینامیک میکنه و دیگه شما لازم نیست که بیایید هر حالا تغییر رو که میخواید بدید وارد فایل HTML بشید و اون فایل HTML رو ادیت کنید. یک جای دیگه شما مینویسید، متنتون رو میذارید، عکستون رو میذارید و پابلیش میکنید و میره روی صفحه سایت شما میشینه بدون اینکه شما بخواید اون HTML هر که اصل نوشتید اونو بخواید ادیتش کنید. اینها حالا اهدافی است که از دیزاین پترنات دنبال میشه. ما 23 تا دیزاین پترن داریم که تو کتاب گنگ آف فور ازش صحبت شده که اینها حالا یه تقسیم بندی ازش انجام دادن. یک سریاشو گفتن کریشناله، یعنی یک آبجکتی رو تولید میکنن، یعنی دیزاین پترن هایی هستن که وظیفه تولید یک آبجکت رو دارن. یک سری دیزاین پترن داریم که استراکچراره. یعنی چی؟ یعنی اینها میان حالا بخوایم بگیم مثلا دیزاین پترن مثلا پروکسی میاد چیکار میکنه؟ میاد یک آبجکتی شبیه آبجکت قبلی ما ایجاد میکنه که یه اینترفیس داره و اون آبجکت دقیقاً کار آبجکت قبلی ما رو انجام میده و اینجا ما یک دیزاین پترن ساختاری داریم. حالا اینا رو جلوتر بریم درباره‌اش صحبت کنیم، دونه دونه بحث کنیم، میفهمیم که چرا مثلا به این میگن ساختاری و این دیزاین پترن ساختاری. و بعد دیزاین پترن بیهیویرال که میاد این تعاملات بین باز دوباره اینجا بین تعاملاتی که بین کلاس ها برقرار میشه رو ما مدیریت میکنیم. اینها رو هم باز دوباره جلوتر بریم دونه دونه درباره‌اش صحبت کنیم، روشن‌تر میشه. الان یک ذره همه اینها گنگه ولی جلوتر که بریم مشخص میشه. اینجا یک کلاس و آبجکت هم داریم که این دوتا رو از هم جدا کرده. بحث کلاس چیه؟ این که کلاس نوشته اینجا یعنی اینکه اینها به صورت رابطهشون، یعنی اون دیزاین پترنی که میخواد اعمال بشه روی کلاس اعمال میشه، ولی اونهایی رو که آبجکت نوشته یعنی دیزاین پترنی که ما داریم اعمال میکنیم روی آبجکت اعمال میشه. و این حالا خلاصه این 23 تا دیزاین پترن و دسته‌بندی شده. خب ما
8 تا دیزاین پترن خیلی معروف داریم که اینها خیلی هاشو شما خیلی جاها دیدید، مثلا مثل دیزاین پترن ابزرور رو ما خیلی جاها داریم ازش استفاده میکنیم و دیدیمش و یکی از دیزاین پترن‌های خیلی معروفه. یا ابسترکت فکتوری یا دکوریتور، اینا دیزاین پترن یا استراتژی، همه این 8 تا دیزاین پترن های خیلی معروفن و ما اینها رو روش تاکید بیشتری داریم، یعنی به اینها که برسیم یک مقدار با تومنیدن‌تر باید جلو بریم. و حالا اگر که ما بخوایم یک برنامه‌ای داشته باشیم شاید بهتر باشه که از این 8 تا دیزاین پترن شروع کنیم، چون خود کتاب گنگ آف فور یک کتاب مثل گلاسوریه، یعنی یک کتاب دانشنامه طوره. اینجور نیست که حالا دیزاین پترن هایی رو که لیست کرده به ترتیب این که شما کدوم اول یاد بگیرید بهتره آسونتره نبوده. این به این ترتیب بوده که خواسته یه ساختار منسجم مثل دیکشنری درست کنه. ولی اینکه ما سراغ کدوم دیزاین پترن بریم بین اینها، این برمیگرده به خودمون که چجوری حالا برنامه‌ریزی می‌خوایم بکنیم. از اون آسان‌تره می‌خوایم شروع کنیم، از اون متوسط شروع کنیم، مثلا سخت‌تر شروع کنیم، با کدوم راحت‌تریم، با کدوم آشناتریم، یا نه شاید بعضی‌ها ترجیح بدن که از اول کتاب بخونن تا آخر کتاب. این رو حالا در موردش صحبت می‌کنیم. اگر دوستان نظری داشتن بگم که ما به نظرتون کدوم وجود. یک مدل دیگه هم که میشه این دیزاین پترن ها رو یاد گرفت اینه که ما بیایم این رابطه بین اینها رو بررسی کنیم. نگاه کنید الان مثلا ما یه دیزاین پترن داریم فساد، این از همه ساده تره، بعد مثلا سینگلتونه، بعد ابسترکت فکتوریه، این شاخه ها داره همینجور گسترده تر میشه، میره پروتوتایپ، بعد فکتوری متده. این لاینایی که میبینید داره رابطه بین این دیزاین پترن ها رو مشخص میکنه. یعنی میگه که مثلا فساد با سینگلتون چه رابطه‌ای داره، ابسترکت فکتوری مثلا با سینگلتون چه رابطه‌ای داره. این یک نمودار حالا ریلیشنشیپ بین انواع دیزاین پترن هایی که توی این کتاب معرفی شده، که این خیلی نمودار جذاب و جالبیه و برای یادگیری خیلی میتونه حالا مثمر ثمر باشه. یک دیزاین پترنی هم که این وسط میبینید خیلی مثلا بهش لینک شده، این کامپوزیته که نشون میده این دیزاین پترن کامپوزیت احتمالاً یه دیزاین پترن خیلی مهمی هست. من یه لحظه این برق لپتاپم کنم. خب و نشون میده که این دیزاین پترن ها با هم دیگه چه رابطه ای دارن. خب این نمودارم خیلی برای یادگیری خوبه، یعنی کسی بخواد رابطه بین این دیزاین پترن ها رو بدونه که چه ربطی داره با هم، چون خیلی جاها ما میبینیم که مثلا دیزاین پترن نمیدونم ابسترکت فکتوری شبیه مثلا فکتوری متد، حالا فرقشون چیه اینا با هم؟ مثلا این چه فرقی داره با فکتوری متد؟ یا پروتوتایپ چه فرقی داره؟ ادپتور مثلا با بریج چه فرقی داره؟ اینا چیزایی که کمک میکنه به یادگیری ما، یعنی کمک میکنه که ما بهتر بفهمیم هر کدوم از این دیزاین پترن ها به چه دردمون میخوره و کجا باید ازش استفاده کنیم. خب من یه سری حالا ما UML دیاگرام اکثر بچه‌ها آشنا هستن انشالله، حالا اگر هم آشنا نباشن من یک توضیحی در مورد این UML دیاگرام ها بدم که حالا اون استانداردی هم که داریم حالا طبق کتاب گنگ آف فور هم داریم جلو میریم، اون استانداردی هم که تو این کتاب استفاده شده OMT بیسته، یعنی یک حالا استانداردیه که با این استاندارد ما داریم صحبت میکنیم و این کمک میکنه که من وقتی دیاگرام میخوایم بکشیم
متوجه بشیم که چه خبره. دیاگرامایی که حالا ارتباطه بین کلاس ها رو میخوام مشخص کنیم خیلی ساده و شفاف باشه. خب اولین چیزی که ما داریم اینجا، این سمت راست تصویر رو نگاه کنید، ما کلاس رو با یک حالا بگیم یه باکس نشون میدیم که خب این باکس یه کلاس نیم داره که اون کلاس نیم بالا میاد. یه خط تیره اینجا هست که اپریشن ها رو اینجا نشون میدیم، اپریشن 1، اپریشن 2. تایپ ضروری نیست، میتونیم تایپ رو بنویسیم اینجا، هم تو آرگومانش هم حالا توی خروجی به عنوان ریترن تایپ. اینجا ضروری نیست، آپشنال کاملا. این هم به خاطر این است که برخی از زبان‌ها اصلا این تایپ براشون اونجوری معنا نداره و اصلا لازم نیست براشون تایپ مشخص کنید. به خاطر اینکه یک چیز جنرالی باشه، این تایپ رو گفتن به صورت آپشنال در نظر بگیریم. و بعد اینجا یه خطی داریم که بعدش ما حالا اون اینستنس وریبلامون قرار میگیره که حالا اون وریبلایی که داخل این کلاس هست. این میشه یک کلاس، یعنی ما یک کلاس رو اینجوری نشونش میدیم. خب ما یک علامت دیگه داریم که یک فلشیه که این فلشه حالا اون خطی که داره اون خط منقطعه، یعنی این خط صاف نیست و این نشون دهنده اینه که حالا این آبجکت داره این آبجکت دیگه ای رو اینستانشییت میکنه. اینستانشییت میسازه، داره یک آبجکتی کرییت میکنه. درست؟ پس ما هر وقت که این خط رو داشتیم به این معنا هست که داریم آبجکت میسازیم. یک آبجکتی داره یک چند تا آبجکت دیگه میسازه. حالا البته اینجا یک آبجکته، یک آبجکت دیگه رو داره تولید میکنه. خب مورد بعدی که میبینیم اینه که حالا بازم سمت راست بیایید نگاه کنید. اینجا ما یه پرنت کلاس داریم، یه ساب کلاس و این علامت مثلثی که اینجا گذاشته به سمت بالا، این نشون میده که این ارث‌بری کرده، یعنی این ساب کلاس از این پرنت کلاس ارث‌بری کرده. این نشان ارث‌بریه و رابطه ایز میگم بهش، یعنی این ساب کلاس پرنت کلاس است، اینجوری حالا تعبیر میشه و همه خواصی که این پرنت کلاس داره این ساب کلاس هم باید داشته باشه. یه چیزی که حالا ما تو سی پلاس پلاس داریم ولی توی زبانهای دیگه ممکنه نداشته باشیم، اون هم مالتیپل اینهریتنسه که شما یه کلاس داری، یه ساب کلاس داری که این ساب کلاستون از 2 تا کلاس داره ارث بری میکنه. اینم خاص فقط سی پلاس پلاسه و تو زبانهای دیگه ممکنه این رو نبینید که شما مثلا از یک کلاسی یک کلاس از چند تا کلاس ارث بری کنید. مورد بعدی ابسترکت کلاسه که حالا ابسترکت کلاس ما تو زبانهای دیگه با اینترفیس میشناسیمش و این ابسترکت کلاس اینجا هم به صورت ایتالیک نوشته شده. یعنی فرق یک کانکریت کلاس و یک ابسترکت کلاس توی این نوشتار متنیه که اینجا داریم. اینجا ما ابسترکت کلاس رو با ایتالیک نوشتیم، اپریشنش هم ایتالیک نوشته شده، ولی کانکریت کلاس و اپریشنش به صورت خیلی ساده نوشته شده و ایتالیک نیستن. اینجا هم ما حالا اینجا که مثلا یک دایره میذاره و بعد میاد چند تا حالا
خط فاصله تا برسه به یک خط متقاطع بگیم، یک خط متقاطع میکشه و یک قسمتی رو نوشته اینجا implementation سودوکد. اینجا ما میایم این کدی که داخل این اپریشن هست رو میاریم، یعنی میخوایم بگیم که اون کدی که داخل اپریشن هست چیه. این هم از بحث حالا هم ابسترکت کلاس، هم بحث این که ما چجوری نشون میدیم که یک مثلا اپریشن کدش به چه شکل است. خب حالا من تکمیل کنم فرمایش شما رو. ما یه چیزی به نام تایپ داریم. مثلا من وقتی که میگم اینت سی، این اینت میشه تایپ اون پارامتر سی من، یا میگم چر سی، این تایپ پارامتر من میشه تایپ اون وریبل من میشه اون چیزی که قبلش میاد، حالا تو زبان سی پلاس پلاس این شکلی. و ما حالا توی مثلا آبجکت هم همین حالت رو داریم، یعنی من فرض کنم که یک آبجکتی دارم، وقتی که پشتش یک اسم کلاسی رو میارم اون میشه تایپ اون آبجکت من. درست؟ تایپ آبجکت من میشه اون اسم که پشت اون حالا آبجکت میاد، پس اون تایپ. اما یک حالا اون آبجکت من یک پیاده سازی داره. ما برای اینکه بخوام حالا این یه جوری خواستم مفهومش رو نزدیک کنم به اون چیزی که تو ذهنتون هست از تایپ، اینترفیس در واقع یه جور تایپ آبجکته، یعنی من ازش انتظار خاصی ندارم، از اینترفیس انتظار اینو ندارم که برای من پیاده سازی داشته باشه. از اینترفیس فقط انتظارم اینه که نوع این آبجکت رو مشخص کنه، به من بگه این آبجکت چیه، همین. بیشتر از این ازش انتظاری ندارم. اون انتظار فراتری که دارم انتظار من از کلاسه. انتظار فراتر من چیه؟ که پیاده سازی داشته باشه. یعنی من پیاده سازی اون توابع و متدهایی رو که دارم داخل کلاس میذارم و حالا برای اینکه من بتونم یه نامگذاری مثلا واحدی داشته باشم میام اینترفیس رو به عنوان یک نامگذاری انتخاب میکنم و میشه تایپ اون حالا کلاسی که من دارم. مثلا ممکنه من 100 تا کانکریت کلاس داشته باشم که همه اینها یک تایپ داشته باشن، همه اینها یک اینترفیس داشته باشن و اینها قابل جابجایی باشن. حالا تو استراتژی پترن دقیقاً هم اتفاق میفته، یعنی شما یک اینترفیس داری، یه تایپ داری، پیاده سازی های متفاوت از کلاس ها رو میتونی بهش پاس بدی و باهاش کار کنی. این معنای اون اینترفیس وقتی ما میگیم اینترفیس اینهریتنس منظورمون ساب تایپینگه، یعنی میخوایم یه تایپی داریم ساب تایپ درست میکنیم ازش. این میشه اینترفیس اینهریتنس. کلاس اینهریتنس معناش چیه؟ کلاس اینهریتنس معناش این که ما میخوام یک کد رو ریوز کنیم، یعنی من کد رو نوشتم، حالا میخوام یک مودیفیکیشنی روی این کد بزنم که البته حالا اینا شرط و شروط داره، نه هر مودیفیکیشنی. و من میام چیکار میکنم؟ یک چایلد از اون کلاسم بسازم و توی کلاس چایلد میام حالا اون توابعی رو که میخوام تغییر میدم، اون توابعی رو که میخوام اضافه میکنم و یک حالتی به ما میده که ما میتونیم یک کد رو که قبلا نوشتیم ازش دوباره استفاده کنیم. البته این حالا ما وقتی که تازه دیزاین پترن رو یاد میگیریم میفهمیم که این کار همیشه مجاز نیست. من همیشه مجاز نیستم که برای اینکه
بخوام ریوز کنم کدمو، بیام از اینهریتنس استفاده کنم. اینا جا داره، همه جا نمیشه استفاده کرد. ولی خب بخوایم به صورت کلی بگیم که کلاس اینهریتنس فایدهش چیه و به چه درد ما میخوره، اینه که ریوز میکنیم کدمون رو. یه کدی رو که نوشتیم میتونیم ازش استفاده کنیم دوباره و یه سری فیچرهای جدید بهش اضافه کنیم و اینو دوباره استفادهش کنیم. پس این هم شد فرق بین کلاس و اینترفیس و ارث‌بری هر کدوم. اینا مطالبی هست که تو این کتاب همون تو فصل اول اومده و من دارم حالا خلاصه همه رو میگم. مبحث بعدی فرق بین اینهریتنس ارث‌بری با کامپوزیشن. این هم خیلی مهمه، یعنی یکی از مباحث جذابی که حالا وجود داره همین بحث کامپوزیشنه و کامپوزیشن اومد که ما این ارث‌بری کمتری رو استفاده کنیم و وقتی که شما حالا اون مشکلی که گفتم تو اسلاید قبلی که اینهریتنس رو همه جا نمیشه استفاده کرد، کامپوزیشن میاد جایگزینش میشه. یعنی میایم همون کد ریوز رو انجام میدیم ولی با حالا بهینه تر. یعنی ما به این مشکل بر نمیخوریم که کلاس های متعدد و زیادی داشته باشیم به خاطر اینکه خواستیم کدمون رو هی ریوز کنیم. این حالا چیزایی که جلوتر بازم دربارش صحبت میشه و میکنیم. خب یک حالا من مقایسه‌ای کردم بین اینهریتنس و حالا کامپوزیشن که این رو هم خوبه بدونیم. اینهریتنس حالا اکثر دوستان هم شاید بدونن اینی که ما رابطه‌ای که توی اینهریتنس داریم یعنی رابطه ایز هست. یعنی ما وقتی که میگیم وقتی که ارث بری میکنیم، وقتی که مثلا کلاس داگ میاد از انیمال ارث بری میکنه، کلاس داگ رو میتونیم بگیم داگ ایز انیمال، یعنی ما اینو میتونیم بگیم و چون اینو میتونیم بگیم داگ میتونه از انیمال ارث بری کنه. رابطه‌ای که وجود داره رابطه ایز است و خب معلومه که ما کم رابطه ایز داریم. یعنی این رابطه‌ای که ما بگیم این است خیلی رابطه کمیه. مقابلش ما یه رابطه داریم، رابطه has a relationship، یعنی داشتن. اون رابطه بودن بود، این رابطه داشتنه. این رابطه داشتن مثلا شما دست داری، پا داری، نمیدونم، یا یه خونه مثلا درباره خونه صحبت کنیم، خونه اتاق داره، دستشویی داره، نمیدونم حمام داره، هال داره، پذیرایی داره. رابطه داشتنه. ما اکثر روابطی که اشیا با هم دیگه دارن اون رابطه داشتن است. رابطه ایزه خیلی کمتره. بنابراین کامپوزیشن رو ما بیشتر هم ازش استفاده میکنیم. الان مثلا توی این مثالی که اینجا اومده ما یه موتور داریم کلاس انجین و کار یک موتور به صورت کامپوزیشن داخلش چی شده؟ تعریف شده. میگیم که یک موتور اینجا تعریف میکنیم، کار در واقع یک موتور دارد. اینجا رابطه چیه؟ رابطه داشتنه. حالا کار موتور داره، چیزهای دیگه هم میتونه داشته باشه. پس این رابطه کامپوزیشن بهش میگن. خب یک چیزی که حالا اینجا اینا مفاهیمی هستش که ما وقتی میخوایم بریم سراغ دیزاین پترن ها باید بدونیم. خب یعنی ما همه این مفاهیم رو یه جورایی باید بدونیم. البته اگر هم ندونیم داخل دیزاین پترن بریم به تدریج یاد میگیریم، باهاش آشنا میشیم، ولی من دیدم چه خوبه که اینا رو همون اول بدونیم. خود این کتاب وقتی میخواد همه این مفاهیم رو بگه انقدر از توی اون حالا دیزاین پترن ها میاد مثال میزنه و شما یه ذره گیج میشید که مثلا
من هنوز دیزاین پترن رو نخوندم، چجوری داری مثلا ازش مثال میدی، یک مقدار گیج کننده است. ولی خب من سعی میکنم که خیلی کلی بیام اینا رو بگم که بتونیم همین اولش بفهمیم یه سری چیزا رو، وقتی وارد دیزاین پترن میشیم راحت تر باشیم. خب اینجا ما یک کلاس ویندو داریم که اینجا حالا این خطی که الان نشون میده که این کامپوزیشنه، یعنی داره یک ریکتانجل، حالا با حروف کوچیک هم اینجا نوشته شده، یعنی به صورت یک شی داخل خودش اینو ایجاد کرده. این خودش یک کلاسه که حالا این اریا در واقع میاد ریترن میکنه فیت ضرب در هایت رو که حالا دو متغیر داخل خودشه. و حالا اریایی که داخل ویندوزه چیکار میکنه؟ میاد رکتنگل رو میگه، رکتنگل میگه اون آبجکتی که از رکتنگل داری اریاشو حساب کن. در واقع این فانکشن داخل این رو کال میکنه. در واقع ما یه چیز دلیگیت میکنیم به اینجا، یعنی ما یک کاری که به ما سپرده شده بود به ویندو گفتیم اریا رو بکش. این که اریا رو بکش دلیگیت میشه به کلاس ریکتانجل، یعنی میگه تو برو تو برو مستطیل بکش، تو برو مثلا مساحت مستطیل یا محیطش رو حساب کن. درست؟ بنابراین اینجا ما یک کاری که به ما سپرده شده میسپریم به یک کس دیگه ای. این معنای حالا دلیگیشنه. خب من میدونم خیلی مباحث متنوع هست اینجا، شاید لازم باشه که یک بار دیگه اینها رو خودتون دوره کنید چون خیلی متنوع، ولی قبل از اینکه بخوام وارد دیزاین پترن بشیم بازم میگم لازمه که بدونیم. خب میایم وارد، حالا من این کامپوزیشن رو نوشتم، بعد اگریگیشن و رابطه آشنایی. خب ما حالا دو مدل میتونیم رابطه داشته باشیم توی بین، حالا وقتی که کامپوزیشن اتفاق میفته، یعنی کامپوزیشن به صورت دو تا چیز اتفاق میفته، یکیش اگریگیشنه، یکیش اکوینتنسه که همون آشناییه. وقتی که اگریگیشنه رابطه این شکلیه، یه تیم داریم یه پلیر به صورت جدا میتونه زندگیشو داشته باشه و زندگی کنه، ولی عضوی از تیمه و متعلق به تیمه یه جورایی، و تیم یه رابطه داشتنی نسبت به اون پلیر داره، هرچند که پلیر میتونه جدا هم باشه از تیم. و این رابطه اگریگیشنه. اما یه رابطه ضعیفتری هم داریم که اون رابطه حالا use a relationship یا knows a relationship، این که فقط میدونه که این لاگره هست، یه چیزی هست و خیلی باهاش کاری نداره. یعنی این پرینتر منیجر ما رابطه داشتن با این لاگره نداره، این فقط در مورد این لاگره اطلاع داره و خب به واسطه اینکه اطلاع داره میتونه یک سری فانکشن های این لاگره رو کال کنه. و این چیزی هم هست که اینم خوبه که بدونید. و اینجاها ما وقتی که داریم مثلا یک حالا میگن به این الماس میذاریم و بعد یک خط صاف میاریم و یک مثلث مشکی میذاریم اینجا، این رابطه اگریگیشنه. اگر که ما خط صاف بود و یه مثلث آخرش بود، اینجا یه دونه دایموند نداشتیم، این رابطه اکوینتنسه. اینم بحث حالا انواع کامپوزیشن. خب ما 8 تا مشکل داریم که منجر میشه که بریم سراغ ریدیزاین. این 8 تا مشکل تو این کتاب اومده و من حالا کتابم یه بررسی میکنم و اون موقع این رو بهتر دربارش صحبت میکنیم. صفحه 24 یادتون باشه. یه تفاوتی هم حالا ما بین اپلیکیشن داریم، تول کیت داریم و فریم ورک که تو این شکل خیلی خوب نشونش داده. ما
حالا توی بحث اپلیکیشن اینجا قرار میگیره و ما یه سری لایبرری داریم که اون اپلیکیشن حالا ازش داره استفاده میکنه. ولی میخوام بگم دیزاین پترن ها توی اپلیکیشن ما میتونیم استفاده کنیم و خیلی هم خوب اتفاقا استفاده کردن ازش. ولی خب تو لایبرری خیلی شاید این مورد نیازتر باشه، یعنی وقتی ما داریم یه لایبرری می‌نویسیم استفاده از دیزاین پترن ها خیلی بیشتر میشه و خب وقتی هم که میریم دیگه سراغ فریم ورک، اون موقع خیلی بیشتر ما از دیزاین پترن ها استفاده میکنیم و خیلی هم خوبه که حالا وقتی اونایی که فریم ورک می‌نویسن حتی میگن که از چه دیزاین پترن هایی دارن استفاده میکنن و خیلی خوبه که ما مثلا فریم ورک که داریم میخونیم اون دیزاین پترنش هم بدونیم که چه دیزاین پترنی داره استفاده میکنه. کمکمون میکنه که زودتر با اون فریم ورک را بیافتیم. و خب اینها من خواستم فقط در مورد اینا بگم که کاربردهایی که دیزاین پترن میتونه داشته باشه تو همه لایه‌ها میتونه باشه، هم تو لایه اپلیکیشن، هم تو لایبرری، هم تو لایه فریم ورک. و خب فریم ورک بیشتر میتونه کاربرد داشته باشه. اینجا باز دوباره من یه مقایسه بین لایبرری و فریم ورک کردم که این رو هم خوبه نگاهی بهش داشته باشی. و حالا میرسیم به این که ما چجوری باید یک دیزاین پترن رو انتخابش کنیم. یک مبحثش اینه که ما بشیم در موردش بحث کنیم، همین صحبتایی که میکنیم حالا در مورد دیزاین پترن، دیسکاشن هایی که داریم با هم دیگه و خب تو سکشن 1.6 کتاب هم اینها رو خودش به تفصیل گفته، یعنی سری مباحثی رو راجع به این بحث آورده، اونجا میتونید نگاه کنید. یک جایی که کمک میکنه برای اینکه ما دیزاین پترن مورد نظرمون انتخاب کنیم اینه که ما ببینیم اینتنت ها چی بودن، که اونم توی سکشن 1.4 اومده و یه شکل 1:1 بود که اون ریلیشنی که بود بین پترن ها نشون دادم، اون هم کمک میکنه، اون ریلیشن بین پترن ها. اینم گفتم خیلی کمک میکنه که ما دیزاین پترن ها رو یاد بگیریم. و دیگه این که ما بیایم اختلافات و شباهتاشون رو با هم دیگه بدونیم که چی هستن، نگاه کنیم که ببینیم چی هستن. حالا صفحه 24 رو نگاه میکنیم، این که چه چیزایی باعث میشه که ما ریدیزاین انجام بدیم و یک جدولی هم هست که میاد به ما میگه که چه چیزهایی قراره تغییر کنه و ما با توجه به اون بیایم دیزاین پترنمون رو انتخاب کنیم، که اون رو هم این جدولی هستش که اینجا میبینید که ما توی این ستون در واقع میایم میگیم که چه چیزهایی قراره تغییر کنه. اینجا دیزاین پترن مطلوب ما رو میگه. مثلا اینجا میگیم که توی ادپتر پترن میگه ما میخوایم اینترفیسی که به یک آبجکت میره تغییر کنه، اون اینترفیسی که یک آبجکت داره عوض میشه. اینجا مثلا میگه از پترن این استفاده کن. اینا حالا به صورت حالا کلید راهنمایی چیزی هستش که شما میتونید استفاده کنید. من فکر کنم وقت جلسه‌مون تموم شد. فقط من یک لینک تلگرام دارم، این رو برای دوستان میفرستم